ژورنالیست انورا سرکورова که امروز شوهرش رستم جونی در اروپا به سر میبرند و اساساً حوادث مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکنند، خبر داد که روز 23 مارس سال 2023 مادر 68 ساله و برادر او را به شعبه میلیسیا نویه سینوی شهر دوشنبه دعوت کردند و در آنجا مفتش حکیم شفیف به مادر او خبر داد است که به ضد رستم جونی بر اساس ماده 307 الوه 3 قسم 2 با اتهام اشتراک در فعالیت سازمان افراطی از جانب دادگاه فعالیتش ممنوع شده، با استفاده از مطبوعات و اینترنت پرونده جنایتی گشودند. نمایندگان مقامات کارهای داخلی نویه سینو تا کنون خبر گشودن پرونده جنایتی به ضد رستم جونی را رسما شرح ندادند. خود ماه فوریه خبر داده بود که به ضدش پرونده گشودند بر اساس قسم 2 ماده 307 الوه 3 به وی همچنین جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. انورا سرکورova می نویسد مفتش شفیف به مادر او پروندهش رو نشان داده عیبنامه‌اش رو قرائت کرده است و سپس گفته است که رستم را توسط اینترپول تحت جستجو قرار میدهند و بازداشت او فرصت زیاد طلب نمی کند. سرکورova همچنین نوشته است که گویا حکیم شفیف طلب کرده است تا رستم به تاجیکستان برگشته در ویدیو به گناهش اعتراف و توبه کند. بعد این به گفته شفیف مقامات تاجیکستان او را میبخشند و جواب میدهند. انورا سرکورova با اظهار نگرانی از تعقیب خویشاوندان او و شوهرش در تاجیکستان از سازمان‌های بین المللی خواسته است که از آنها حمایت کنند. سرکورova گفت با وجود این تعقیبات نزدیکانشان آنها برای خود ادامه داده درباره آنچه که در تاجیکستان میگذرد حقیقت را خواهند نوشت. کمیته شهروندی نجات گروگانها و محبوسان سیاسی تاجیکستان یک نهاد نزدیک به اپوزیسیون تاجیک در یک اظهارات پرونده ضد رستم جونی را سیاسی و تعقیب نزدیکان آنها در تاجیکستان را پاسخ به فعالیت روزنامه‌نگاری رستم جونی و انورا سرکورova نامیده نیز از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان و کورپس‌های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان خواسته است که به این قضیه دخالت کنند. انورا سرکورova در گذشته خبرنگار بخش روسی BBC در تاجیکستان بود، ولی سال 2017 وزارت خارجه تاجیکستان دیگر اجازتنامه فعالیت او را تمدید نکرد. رستم جونی در سالهای 90 در تلویزیون تاجیکستان کار کرده، بعداً آریان میدیا شرکت مطبوعات آریان بانک را رهبری میکرد که امور رسانه‌های چون روسکه رادیو آریانو و رادیو امروز در اختیارش بود. او در تاجیکستان همچنین نشریه هر روزه امروز نیوز را تأسیس داد. از سال 2015 تا 2019 رستم جونی در دفتر مرکز رادیوی آزادی در شهر پراگ کار میکرد. انورا سرکورova و رستم جونی از سیاست مقامات تاجیکستان نسبت به ولایت مختار کوهستان بدخشان به ویژه از سرکوب خونین اعتراضها در این ولایت مختار در ماه سال 2022 به شدت انتقاد میکنند. یادآور میشویم که سال گذشته در جریان سرکوب اعتراضها با استفاده از سلاح و نیروهای ویژه بیش از 30 نفر کشته و در جریان عملیات ویژه تقریبا 200 زاده بدخشان دستگیر شدند. در بین دستگیر شدگان و کشتگان اکثرا لیدرهای غیر رسمی بدخشانی بودند. اکثر اهالی این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان پیرو رویه اسماعیلیه مذهب شیعه بوده به زبانهای پامیری حرف میزنند.